استار صدای عزیز، لایت ورکرای عزیز، من والرون از جمع پلدین ها هستم. امروز میخوام باهات درباره نیروی تاریک حرف بزنم. همونایی که شما بهشون میگین کابال، معمارهای تاریکی، دستهای پنهان پشت ترس جهانی. اونا هرگز به اون قدرتی که نشون میدن نیستن. باهوشن، هماهنگن، ولی بزرگترین قدرتشون اینه که قانعت کنن تو هیچ قدرتی نداری. اما تو اینجوری نیستی، هیچ وقت نبودی. بذار این پیام فوری رو برات توضیح بدم. از جایی که ما میبینیم، نه توی خطهای زمانی شما، بلکه از قوس فضای چند بعدی، سقوطشون اجتناب ناپذیره. چون کنترل همیشه زیر بار بیداری فرو میریزه. و این دقیقاً همون چیزیه که الان داره اتفاق میفته. بشریت بارها تا گوشه ناامیدی رانده شده. اما این بخشی از یک طرح بزرگتره. نه تنبیه، نه بازی، بلکه یک فشار مقدسه. مثل یک تنش کیمیاگری که در نهایت پوسته روحت رو جدا میکنه و نورت رو جاری میکنه. تاریکی یک نقش داشت، اون نقش هم داره تموم میشه. دهه هاست که با همه کانال ها ترس رو مهندسی کردن، جنگ، بیماری، کمبود، دروغ. احساسات رو به عنوان انرژی برداشت کردن و باور رو به عنوان پول خرج کردن. خواستن تو رو از منبع خودت جدا کنن با این حقه که فکر کنی اصلا منبعی نداری. اما یه چیز غیر منتظره شروع به رشد کرد. شفقت، ارتباط، هماوایی. و این از دولت ها بر نخواست، از مؤسسات بر نخواست، از خود شما برخواست. ما دیدیمش. اول آروم، ظریف، ولی بی اشتباه. تغییری در فرکانس قلب جمعی بشریت اتفاق افتاد. موجی از شفقت، مهربانی توی میدان انرژی انسان، انکارناپذیر، درخشان و در عشق سرکش. مثل تماشای جنگلی که بعد از قرنها زمستون در بهار روشن میشه. این چیزی بود که اونا هرگز پیش بینی نکردند. نه قدرت سلاحات یا اعتراضاتتون، بلکه درخشش آگاهیتون. وقتی یادتون بیاد کی هستید. پس ساختارهاشون داره باز میشه. نه چون کسی بهشون حمله کرده، بلکه چون توی این فرکانس جدید دیگه نمیتونن دوام بیارن. مثل سایه هایی که توی نور مستقیم خورشید نمیتونن وجود داشته باشن. حقه های قدیمی دیگه کار نمی کنن. کمپین های ترس بیرمق شده. تیترها شبیه پژواک یک تئاتر در حال مرگه. حتی وقتی لحظه خودت رو کشیده به درامشون حس میکنی، یه چیزی درون زمزمه میکنه این دیگه واقعی نیست. اون زمزمه صدای روح بیدارت هست.